پرت کرد. نکته اول. نکته دوم، ببینید برجام رو من میبینم تو این کشور دارن ازش یک نقد خیلی سطحی میکنن. به نظر من اون نقد سطحی اینه که آقا نمیدونم تحریم کم شد، 4 تا هواپیما اومد، نمیدونم 4 میلیارد دلار پول اومد، نمیدونم اگه برجام نبود جنگ میشد فلان اینا. من میگم با این منطق من اصلا انقلاب رو رد میکنم. آقا اگر انقلاب نبود تحریم نبود، اگه انقلاب نبود تمام امریکایی‌ها اینجا بودن، اگه انقلاب نبود 10 ها جت اینجا بود، الان خدا میدونه شرکت هواپیمای ایران چقدر بزرگ بود. این که منطق نمیشه. اما نکته سوم بگم، یعنی سومین قسمتشو بگم، یعنی من میخوام ما از ذیل فصل 7 خارج شدیم یا خارج نشدیم؟ نه ببین حالا اینو میخوام بگم. بله از ذیل فصل 7 منشور ملل متحد ما خارج نشدیم که. آخه یعنی چه خارج شدیم؟ اونجا هستش تا روز آخر، هنوز خارج نشدیم. تحریمایی رو که مربوط به اون بوده بعدش خود فصل چیز اگه بعدش شده بودیم که مسئله موشک‌ها کجاست؟ برای چی همین جیغ داد؟ برای اینکه ما تسلیم نشدیم، باختیم. آقای اوباما میگه ما بدون اینکه یه گلوله شلیک بکنیم ایرانی‌ها رو تسلیم کردیم. این حرف من نیست، حرف اوباما از تمام دنیا هم شنید، من جمله رهبرای خودمون. خانم هیلاری کلینتون هم عین همینو گفت که ما بدون اینکه یه گلوله در بکنیم اینا رو تسلیم کردیم، سندشون رو جمع کردیم. من دارم میگم که این کشور 3000 سال با عزت زندگی کرده، جنگ کرده، دعوا کرده، ولی عزتش رو نداده. ما اولین بار هست در تاریخ ایران که بدون اینکه ببازیم تسلیم شدیم. در موارد تسلیمه دیگه‌مون با جنگی کردیم و باختیم. آقا حالا یه چیز دیگه بهتون بگم آقای دهباشی، شما یک لحظه اینجوری فکر کنید که این آقای میگن اگه ما برجام قبول نمی‌کردیم تحریم بیشتر میشد، جنگ میشد. آقا فرض کنید که فردا آقای ترامپ دیوونه بیاد پشت سر UAE امارات بگه آقا جزایر رو باید بدید، ندید تحریم میاد یا جنگ میشه. تکلیف ما چیه؟ نه تکلیف ما چیه؟ بازم همون منطقی نه دیگه. آقا جنگ میشه تحریم میشه بدیم. فردا میگن آقا خوزستان یا بده یا جنگ میکنیم. بدیم دیگه. دارن از منطق حرف میزنم. این منطق بیخوده، این منطق غیر ملیه، این منطق خودفروشیه، وطن پرستی نیست. منطق این نیست که من طرفدار دیپلماسی بودم تمام زندگیم، طرفدار رابطه بودم، طرفدار مذاکره بودم، اما طرفدار فروش کشور نبودم، طرفدار ذلتش نبودم. من هم عزت داشته باشه عزت. ما باید این کار با حکمت بکنیم به اصطلاح. من دارم میگم که این منطقی که این آقایون دارن، این منطق کجه. جمله اول برجام میگه ایران، نه جمهوری اسلامی، ایران تعهد میکنه که هرگز، که ایران تعهد میکنه هرگز تحت هیچ شرایطی نه بمب بسازه، نه جستجو کنه اونو یا توسعه بده. دوست عزیز من، مردم ایران، اولا تا ابد، ایران و تا ابد و تحت هیچ شرایطی. فردا اگه عربستان بمب بسازه تکلیف ما چیه آقای عباشی؟ آقای روحانی کجا خواهد بود که بگه آقا عجب اشتباهی شده؟ میگم آقای ظریف تو چه حقی داری که برای تمام تاریخ ایران تحت هر شرایطی تو تعهد بدی؟ اصلا همچین تعهد تو دنیا وجود نداره، اصلا وجود نداره که یه کشوری بیاد تا ابد تحت هیچ همه شرایط دستش از پشت ببنده. آقا یعنی چی؟ حداقل باید میگفتی آقا تکلیف من چیه اگه پاکستان ترکیه داشته باشه؟ تکلیف ما چیه اگه پاکستان که گداس بده با پولی هم که عربستان داره بده؟ من بگم بهتون قول میدم عربستان بمب میسازه آینده خیلی نزدیک، حتما میسازه. من همینجا به مردم ایران میگم که عربستان بمب میسازه آینده نزدیک و ایران دیگه تا ابد هم نمیتونه داشته باشه. یک بار دیگه اما میشیم که همون عجمی که عربا حتی نمیذاشتن پشت اسبشون هم بریم که بو میدادیم میگفتن. جنگ بزرگترین دروغ تاریخه که بین ایران و امریکا جنگ میشد. فقط یک بار
امریکا ممکن بود ایران بزنه، اونم درست بعد از اینکه عراق زد بوش شیر شده بودن، اونم 3-4 ماه طول کشید، بعدم توش اون لجن مونده. از اون موقع تا الان من به تو قول میدم هرگز برنامه جنگ رو میز امریکا برای ایران نبود. اینا میگن آقا رو میز بود، تمام چیز گزینه ها رو میزه. میگم تو چرا تمام گزینه ها رو میزه فقط جنگ میکنی؟ تمام گزینه ها یعنی صلح هم هست، تمام گزینه ها یعنی آقا منظورشون صلح نبود. چرا بود؟ جنگ آخه اوباما میاد جنگ بکنه با ایران. آخه چه جنگی؟ من داشتم یکی میگفتم آقا خیلی 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 که اینا دیگه تند میرفتن چند تا موشک میزدن به این ور اون ور. درست شد؟ ما که خودمون زدیم این موشکو. مگه ما چه کار کردیم؟ ما امریکا بگه بدتر از اون میکرد که ما با غریب سازی خودمون کردیم. بیشتر از این نمیکرد والله. یعنی همون بمبی که می‌خواستن بزنن نیروگاه رو خراب بکنن خودمون شنماس ریختیم. ما خودمون خراب کردیم. آقا هر بمبی رو میزدن 98% اورانیوم غنی شده ما رو از بین نمیبردن. ما 98% چه انداختیم دور. اون کدوم بمب بود که از 100% 98% خراب کنه؟ هیروشیما هم نبود. من موافق مذاکره بودم، اما این آقایون نه هدف خوبی داشتن، نه مذاکره خوبی میکردن، نه تیم خوبی داشتن. جوون میدونید هوچی شده بودن و مردم هم هو میکردن اینا رو، جامعه رو کردن خونش تو شیشه که اینجا